هشتم بود ساعت 4 بعد از ظهر یه پیامی برام اومدش که یه سری بچه‌های توی بهزیستی هستن که اینا به عنوان میزبان دارن به خانواده ها داده میشه. یکی 2 روز پیش بود اینجا یه ذره خیلی سر و صدا زیاد بود، یعنی همینطور انقدر آدم اینجا نشسته بود پنجره ها میلرزید، صدا میومد شدید. مثلا واقعا تلفنمو کلا جواب نمیتونم دیگه بدم به خاطر اینکه انقدر زیاد دارن بهش زنگ میزنن. شما بودین با من تماس گرفتین گفتین که اینجا رو بستم ما نمیتونیم وایسین پیاده بیان و این واقعا خیلی ارزشمنده. قبل از گرفتن کودک به شما توضیح بدم که خانواده میزبان با خانواده فرزندپذیر کلا 2 تا مقوله جدا از هم هستن و ما صرفا به عنوان اگر داریم نوزاد میگیریم یک آغوشی برای اون نوزاد هست. زمانی که بهزیستی اعلام میکنه که این کودک وضعیتش مشخص شده و مثلا باید برگرده به خانواده زیستی خودش، الان به خاطر این شرایط ویژه‌ای که در اوضاع جنگی به وجود اومده ممکنه که نوزادان شیرخوار هم به صورت موقت به خانواده هایی که صلاحیت سنجی میشن امانت داده بشن تا این وضعیت کمی بحران بخوابه. دیشب خانم اعتماد بهم پیام داد گفتش که صبحاتون هماهنگ میکنم که تشریف بیاریم برای گرفتن بچه. میرسیم شیرخوارگاه با اینکه من خودم 2 تا بچه دارم ولی چقدر استرس دارم. هر دو یه ساعت مشخصی بهش هر روز بدین. یه قطعه چکون پر مادر یک سیسی. انشالله که بتونیم از پسش خوب بردیم. تو خونه میگشتیم که کجا طلای کوچولو داریم، یه طلای یه چیزی بابت هدیه بیاریم. وقتی که بغلش کردم انقدر دست و پاش میلرزه همش احساس می‌کنم یه استرسی تو وجودشه که دستم گذاشتم روش صرف نگهش داشتم آروم شده. مسلماً خوشحالیم از اینکه اومده و این باب رحمت رو به ما باز کردش. از اونجا ندادیم. یا آروم بگیرش. بسم الله بگیم. بعد از این همه انتظار بهش رسیدم. واقعا اگه تو کل سال بیان اینجوری برخورد کنن با این قضیه هیچ بهزیستی دیگه اصلا بچه توش نمونه. وقتی ما این همه خانواده مشتاق داریم کلا الان این بچه یه سیسمونی میخواد دیگه بچه. پارسال توی مجلسی بودم داشتن که یه شیشه شیری میدادن برای آقا علیاصغر ند بود نمیدونم اصلا فقط به کسی که بچه نداشت میدادن. این یه دفعه قسمت من شد دادن به من و من نگه داشتم و الان دارم فکر میکنم که اون شیشه شیری که به من دادن شاید قسمت این آقا رادمهر شدش. بسته